این هفته از برنامه آب و خاک آمدیم به ولسوالی زندجان، روستای زیبای دقاسم. ما به این باغ حدوداً 20 میوه انگور داریم. امکان نداره به باغ بیایم و میوه باغ نخوریم و چی لذت بخشه که در این فضا در جمع دوستان چند روز زمان میبره با اینا چینده بشه. میتونه هر نفر که کمک تیز دست باشه 10 من پنبه بچینه. پیاز از خود روستای، فلفل از خود روستای، بنجرومی از خود، کچلو. این نشانه چیه؟ یعنی این که خزان در حال آمدن هست. انشالله که باغا پرتر از اینا باشه، انشالله که همیشه پر و فراوانی باشه. به نام خداوند که زیباست و این همه زیبایی خلق کرد تا ما بندگان با دیدنشان سوال ما عوض بشه. خوش آمدید به برنامه آب و خاک. این هفته از برنامه آب و خاک آمدیم به ولسوالی زندجان، روستای زیبای دقاسم. با ما همراه باشه، میریم زیبایی های دقاسم به تصویر میکشیم انشالله. و واقعا من که اینجا استاده هستم، دورهای دوره که نگاه میکنم، این زمینایی که با زحمت کشی دهقانان عزیز همه سبز شده و همه مشغول کار هستند و وقتی کار کردن این روستایان دهقانان عزیز در این روستا میبینیم واقعا انگیزه میگیریم. پس همراهیمان کنین انشالله تا آخر برنامه. روستای دقاسم در 35 کیلومتری شهر هرات موقعیت داشته و از توابع ولسوالی زندجان به شمار می آید. قاسم نام شخصی است که از ولایت قندهار در سالهای دور به هرات مهاجرت کرده و در این منطقه ساکن شدند. از این رو نام این روستا به دقاسم معروف گشته است. در این روستا بیش از 1000 نفر ساکن هستند و شغل اکثرشان کشاورزی و دامداری می باشند. یکی از جاذبه های این روستا وجود چند کبوترخانه است که از دور خودنمایی می کند و به زیبایی این روستا افزوده است. کبوترخانه، کفترخان، برج کبوتر سازه‌ای است که جهت لانه گزینی پرنده ها به ویژه کبوترها در خاورمیانه و اروپا ساخته می شود. کاربرد عمده این بناها جمع‌آوری مدفوع پرندگان جهت استفاده در کشاورزی، دباغی و چرمسازی است. تاریخچه کبوترخانه ها و اینکه در چه زمانی یا کجا با هدف بهره برداری از مدفوع پرنده ها به خصوص کبوترها به عنوان کود ساخته شده‌اند به طور دقیق مشخص نیست. یکی از محصولاتی که در این روستا کاشت و برداشت می شود محصول با ارزش پنبه و یا همان طلای سفید است. این محصول به علت سبک بودن و محافظت در برابر گرما جزو محبوب ترین مواد در صنعت تولید پوشاک است. پنبه از ابتدای بشریت مورد استفاده انسان قرار می گرفته است. روستای دقاسم از شمال با هریرود، از جنوب با روستای ماهیان، از شرق با روستای چکه و از غرب با روستای کبوترخان همجوار است. در روستای زیبای دقاسم آب زیاد الحمدلله. آب هست که حیات هست، آب هست که زندگی است، آب هست که این سرسبزی ها هست و انشالله که در مصرف آبم
باید دقت لازم داشته باشین که خدای نخواسته هدر نره. موقع که آب مهم، حیات لازم و ضروریه و اگر خدای نخواسته نباشه حیات ما هم به خطره و حیات زمین ها هم به خطره و کلا حیات همه موجودات به خطره. پس خوبه که در استفاده کردن آب دقت لازم داشته باشیم. وقت صدای خوشنواز آب میشنویم واقعا حس خیلی خوبی میگیریم، زنگ زندگی صدای آب. و در جای رسیدیم که برای مسیر تغییر دادن آب خیلی چیز خوبی درست کردن و به یک نوعی از انواع میشه که بالاخره آب به خوبی تقسیم بندی کرد. و این چیزی که شما میبینیم قبلا البته بابل بالاخره جلوی آب بند میکردن با خاک اینا، ولی کار خیلی راحت کردم و آب هم فشاری زیاده. ما مطمئنم که با خاک اینا نمیشه و با حرکت دست حتی یک بچه خوردی هم میتونه جلوی آب قطع کنه. بیشتر پایین نمیبرم آب که چون نیازه به سمت باید بره و خوبه هر جا از اینا باشه تا بر تقسیم بندی یا بالاخره قشنگ با اطمینان کامل حق به اقدار برسه انشالله. و اما قسمی که گفتم آب مایه حیات است، مایه زندگی است و آب هست که آبادی است و لمس کردن آب هم حس خوشاینده داره و خیلی هم سرده ماشاءالله، خیلی هم شیرین. من دیگه نتونستم آقای کاظمی جلو دستاخ بگیرم، صورت دارم یک آب زدم. شما حتما یک امتحانی بکنیم انشالله. فضای کاملا آرام اما با سر و صداهای پرندگان زیبا و من از برادران و عزیزانی که بیننده برنامه آب و خاک هستند، کسایی که جمعه ها در خانه به استراحت اختصاص میدن، از اونا خواهش میکنم که سر به این روستاها بزنیم. واقعا حس خیلی خوبی داره. شما باور کنید هر چی من از کلماتی که بالاخره بیانگری زیبایی ها باشه استفاده کنم بازم نمیتونم برای شما برسونم که من فعلا همین الان چی حس دارم. پس خوبه که همه شما با برنامه ریزی شده بالاخره جمعه خور حیف نکنیم و سر بزنیم به این روستاها. نمیگم روستای مثلا دقاسم، هر جای ایرات زیبا که بریم زیبایه، هر روستایی که در ایرات بریم زیبایه الحمدلله. بینندگان خوب برنامه آب و خاک، در روستای دقاسم هستیم و جوانان زیبایی هم هستند. خوب انشالله. سلام علیکم. مونده نباشه. اما قسم که روستای اینا زیبایه ماشاءالله، جوانان هم زیبا. و یک چیزی بگم که صبح شهر چاشت ده میشه، درسته؟ یعنی خیلی زود بیدار میشن ماشاءالله. وقت شاید چند جری بر شما هم اگه بیاری کرده باشین، درسته؟ بله، 4 جری با بیاری کردم. دقیقاً با این بیلی که من دیدم و با این انرژی که داریم. خوبه دیگه. چگونه هستیم در روستا؟ چگونه میگذره؟ خوب میگذره. خوب شکر الحمدلله. خوش تیر میکنه، خوب تیر میکنه. جای سرسبز، جای سرسبز، آب خیلی خوبه اینجا، خیلی آب داره. الهی شکر. سلامت باش. الهی شکر. واقعا آب که باشه همه چیز هست دیگه. بله، بیشتر چی سرگرمی ها داریم شما جوانان در روستا؟ والا فعلا که مشغول همین کشاورزی و اینا دیگه. باز بعد از اون دیگه کار خاصی نیست، فقط وقت نماز بشه مسجد بیاییم و اینا دیگه. بله. و در روستا بیترین سرگرمی همون بالاخره مشغول زمین بودن و انشالله و زمان زیبا میشه که حاصلات خوبی بده. خوب سلیقی هم به خرج داده ماشاءالله. چی خانه قشنگ داره. ها؟ البته دومات شده انشالله. بله. دومات شده ما؟ بله. خوب. دو بچه داره. دو بچه دارم ماشاءالله. یعنی باور کنین که به این سن خیلی هنوز اصلا اقدام نکردم نامزد داری، ولی شما 2 بچه دارین. چند ساله این؟ 20. خیلی خوب. 20 ساله. بچه‌ها چند ساله هم؟ بچه‌ها شما؟ 1 ساله هستم. 1 ساله. یعنی انشالله بزرگ بشن اینا با بچه‌ها خود خیلی کسا متوجه نمیشن پیر بچه. خوبه شما زود اقدام کردین. خب چی توصیه داریم برای کسایی که 25-30 ساله هستن و هنوز اقدام نکردن؟ خوبه زودتر انشالله عروسی کنن نه؟ بله. خوبه. انشالله که موفق باشیم. خوشحال ای بیل شما بود، درسته؟ موفق باشین انشالله. دعا بکنیم. قربان شما. موفق باشین. سلامت باشین. در ولسوالی زندجان، روستای زیبای دقاسم، میبینیم که آستاسه رنگ شهری به خود میگیره. دوستان ما در حال ساختن خانه هایی هستن که پخته میسازن و خوب کار خیلی راحت کردن. من از دوستا پرسان کردم که ساختن این چنین خانه آسان تره یا قبلا که ستونای بزرگ داشت و پایای بزرگ داشت؟ میگم این آسان تره ولی از این برتره دیگه. به اصطلاح مونده نباشین دوستا. خوب انشالله بخیریم.
سلامت باشیم. چند روز میشه مشغول کاریم اینجا؟ اینجا یک ماه میشه مشغول کار. یک ماه. به یک ماه خوب کار پیش رفته، درسته؟ بله. یعنی ساختن 75% کار پیش رفته. 75% کار پیش رفته. خیلی خوب. یعنی به نظر شما ساختن خانه گیلی با ستونای بزرگ آسان‌تره یا این چنینی؟ این راحت‌تر هم میته، کاری هم پیشرفت بیشتر داره، هم محکم‌تر میآید. بله و قرار انشالله سقف شما بله آبی اونا بالا کنیم که با سقف قضی بپوشیم. بله انشالله که موفق باشیم و انشالله که در گوشه گوشه روستای زیبای دقاسم همه در حال ساختن باشن. در روستای دقاسم مسجد در حال اعمار هست که انشالله خداوند توفیق بده به زودی‌های زود تمام بشه و ناگفته نماند که توسط 8 برادر این مکان مقدس تا اینجا رسیده و ساخته شده. و از جناب آقای امیری عزیز پرسان کردم که کار چگونه هست. گفتن شما رد شیم، گفتن که نیاز به کمک مردم داره. انشالله که از طریق این برنامه آب و خاک تجار و خیرین عزیزانی که دوست دارن کمک کنن تا به زودی‌های زود هم حیاتی مسجد به خوبی ساخته بشه، فضای سبز مد نظر گرفته بشه و هم داخل مسجد تا دوستان ما اهالی روستا بیان به راحتی و به خوبی نماز ادا کنن انشالله. در روستای زیبای دقاسم کبوترخانه و یا کفترخانه که به چند اسم بالاخره میشناسن هست و وجود این کبوترخانه نشان میده از تاریخی بودن این روستا و واقعا مردمان قدیم چه فکرها و اندیشه هایی داشتن برای از اینکه بالاخره مشکلات دهقانی خود مشکلات زراعتی خود حل کنن. و وقتی به ساختن و ساختاری کبوتر و کبوترخانه نگاه میکنیم واقعا پی میبریم که فکر بازی داشتن و من میفهم که همه شما معلومات داریم کبوترخانه و کفترخانه بیشتر ساخته میشد برای از اینکه بالاخره اما کود کبوترها برای زمین و برای دهقانی خیلی مفید بود و زحمت زیادی هم داشت تا این کود به دست می آمد و امو زحمت ها و زیاد و بالاخره اینا که میکشیدن بعد حاصلات خیلی خوبی میداد که متاسفانه امروز کمتر از این کبوترخانه ما میبینیم، ولی خب در بعض از جاها استفاده بازم هست و استفاده میکنن. امسال الحمدلله سال حاصلاته، یعنی از هر دهقان عزیز و زحمتکشی که پرسان میکنیم چگونه هست و چگونه امسال شما بالاخره حاصلات داشتیم و برداشت داشتیم اعلان رضایت میکنن. در روستای دقاسم بیشتر زمینا کنجته و میبینیم که ماشاءالله رشد خیلی خوبی هم داره. انشالله که به می خوبی که رشد داره از این بیشتر بالاخره برداشت داشته باشن. یک باغ خیلی خوب و بزرگ در روستای دقاسم باغای زیادی هست و قرار ما با یکی از باغای بزرگ سر بزنیم که انشالله اونجا ببینیم چگونه هست، چی حاصلاتی داره و بیشتر مشغول چی کارها هستن. با ما همراه باشیم. در خدمت غلام سعید امیری رئیس شورای روستای زیبای دقاسم هستیم و جناب آقای امیری عزیز شما بیشتر از برداشت‌ها بگیم کشاورزی هایی که در روستای شما صورت میگیره، محصولاتی که کشت میشه چگونه هست؟ محصولاتی که کشت میشه ما باغداری داریم، باغداری خوبی داریم که الان میبینیم که اصلی خوب انگوری هم امسال شکر الحمدلله خوب انگوری هم داره. ما به این باغ حدوداً 20 نوع انگور داریم. دیگه به حساب کشت تا کشتای ما مثل کنجت، ماش الحمدلله شکر خوبه، کشتای خوبی داریم امسال. الهی شکر، الهی شکر. با توجه به بارندگی هایی که امسال صورت گرفت، بارندگی هایی که صورت گرفت کشتکارهای خوبی دارم مسلمانا، همه مردم به حساب کشتکار خوبه. بیشترین محصولی که جواب میده در روستای شما چیه آقای امیری؟ بیشترین محصولی که جواب میده انگوره. انگور. بله. و کنجت هم زیاد دیدیم. کنجت هم انگور کنجت هم جواب خوبی میده، قیمت بالایی داره، من 500 روپیه قیمت داره. بله. محصول خوبی داره. دیگه گندم کش میکنیم، کریبه کش میکنیم، قشنیز کش میکنیم. قشنیز خوب محصول پردرآمدیه به دیاغین. بله. دیگه کریبه کش میکنیم که او با از همه بالاتره به حساب دیاغین. ببینید خاک جواب میده. خاک جواب میده. زعفران کش میکنیم که خوب نتیجه داریم از زعفران. همین کشتار میکنیم. بله و واقعا خیلی خوبه که
وقتی چیزی جواب میده خوب ما زمینا رو که میبینیم خیلی از زمینا بله هر کشت جواب میده و شاید حساب کسی که کشت کار رو بکنه بله زحمت بکشه زحمت بکشه بله. نتیجه خوبی میده دقیقاً انشالله. پس همیشه زحمت کشی بالاخره جواب داده. یعنی شما این باغی که میبینیم زمینای سرسبزی که میبینیم، بیایم آقای امیری خود شما میریم از زیبایی‌های باغ بالاخره لذت میبریم. باشه که ما اینجا تصویر گم نکنیم. یعنی هر زمینی که شما میبینیم و سرسبز و حاصل خوبی داده، پی میبریم به این که دیگان ما یک لحظه هم غفلت نکردن. یعنی از صبح که قبل از طلوع آفتاب بیدار میشن همین رقم درسته؟ همین رقم صبح که نماز میخونه میره سر کار میره. بله توسط عرق ریزی بالاخره این حاصلات به دست میآید، زحمت کشی ها. خیر ببینن ان شاء الله. میریم با شما بقیه باغ میبینیم که چگونه هست. وقتی میگیم امسال سال انگوره، من چیزی نمیگم، فقط شما این تصویر زیبا رو ببینیم. امکان نداره به باغ بیایم و میوه باغ نخوریم و چی لذت بخشه که در این فضا در جمع دوستان بچینیم و به این حالت میوه نوش جان کنیم. البته جای همه شما دوستان عزیز خالی، کسانی که در بیرون و داخل کشورمان میبینیم. انشالله که موفق باشیم و واقعا امسال سال میوه است. خوب مزه میده. نیه؟ خوب شیرینه نه؟ در روستای زیبای دقاسم خدا را شکر گودری بزرگ و استاندارد ساخته شده که ما با عبیدالله جان هستیم و دوستان شما بیشتر توضیح بدیم. عبیدالله جان چگونه؟ اینجا در حدود 20 تن گاو داریم. گاوداری جمعوریش مثلا اینجا شیر تولید میشه. بله. بعد از 200 کیلو روزانه 200 کیلو شیر از اینجا استخراج میشه، مثلا میبرم به شهر میفروشم. بله. عبیدالله جان گودری داشتن آسان یا سخت؟ گاوداری داشتن سخت، آسان هم نه. راحت باشه که راحت باشه، نه راحت. بله. کسی که مثلا ملک و زمین داشته باشه، ملک و زمین بعد از مالداری نداشته باشه، ملک زمین هم فایده دیگه نداره که بعد کشتمندی باشه. اگه مالداری در کنار از او باشه خیلی خوبه. صبح که شروع میکنین چه کار میکنین؟ از صبح که شروع میکنیم صبح گوار میدوشیم. گوار که بدوختیم بعد از علف میده میکنیم، کاخ دیگه میکنیم میرزیم داخل. باز کا میشوریم. کا که میشوریم با نماشون تا نماشون همیته کلمنگ همینایی. کلمنگ همین. و چند نفرین؟ 2 نفر. 2 نفر. خیر ببینیم ان شاء الله. خوب توضیح دادیم. موفق باشیم ان شاء الله. بخش اولی که شما دیدیم گودری بود و این بخش هم به اصطلاح میشه گفت گوساله داریه، یعنی گاوا جدا و بخش هم برای گوساله ها مد نظر گرفتم. فقط یک چیزی که من اینجا یادآوری داشته باشم اینه که برای همه شما برادران عزیز بینندگان خوب برنامه برسونم که خدا را شکر بهداشت به خوبی مد نظر گرفتم، پاکی و نظافت به خوبی مد نظر گرفتم و من بعض از برنامه‌ها اینجا که دیدم کیف کردم. بس اطمینان برای شما میدم که با خیال راحت از شیر وطنی، شیر پاک و تمیز استفاده کنید ان شاء الله. و در هی بخش گاوهایی هستند که در انتظار هستند. انتظار چی؟ انتظار به دنیا آوردن گوساله های خیلی خوب و زیبا. تقریبا 6 دونه گاو هست و انشالله به زودی های زود 6 دونه گوساله خواهیم دید اینجا. روستای زیبای دقاسم که در ولسوالی زندجان زیبا موقعیت داره، مرز با 2 ولسوالی زیبا در هرات هست. یعنی این بخش که قلعه که اگر شما بتونیم جناب آقای کاظمی به تصویر بیاریم به اسم قلعه چکه مربوط ولسوالی گذری زیبا میشه و این قسمت که روستای صالح آباد، این قسمت روستای صالح آباد مربوط ولسوالی انجیل زیبا میشه و دقیقاً
روستای زیبای دقاسم هم مرز با این ولسوالیای زیبایی که هم خیلی جالبه و این قسمت واقعا باغی که ساکن همی قریه و ساکن همی روستا سلیقه به خرج دادن، تمام این قسمت اختصاص دادن به بادام مرتب با سلیقه. این خیلی خوبه. امیدوار هستم که از این سلیقه ها بیشتر ببینیم، از این جان فدایی ها بیشتر ببینیم. ساکنین و اهالی روستای دقاسم گفتن که در باغ همیشه بروی اهالی، بروی کسایی که بیرون از این روستا میایم بازه. خیر ببینن ان شاء الله. در روستای زیبای دقاسم کاشت و قرص نهال پسته، حالا نمیفهمم جدیداً شروع شده یا چند وقت میشه شروع شده. در خدمت جناب آقای امیری هستیم و شما توضیح بدین که چی مدت میشه از قرص نهالای پسته در روستای زیبای شما؟ اینا 5 سال میشه اینا قصد شده، 2 سال میشه اینا پیوند کردیم. بله. که دیگه سال بعدی ان شاء الله رحمان نتیجه خوبی میده دیگه. ان شاء الله با بر میشینه دیگه. بله. چیزی که من از درخت و نهال پسته شنیدم، میگن که از زمان قرص و همون نهال که هست بالاخره پسته با مدت 15 سال هم حتی زمان میبره تا حاصل بده. اما شما جناب آقای امیری عزیز میگین بعد از 5 سال یا 6 سال حاصل میده. بعد از 5 سال حاصل میده. به خاطر اون پیونده که هست. پیوند. این تا چیز که هست نهال که خود تخم میکری، این تا 15 سال 10 سال او به بر میرسه. این که هست پیوندی باشه، این بروگه 5 سال به بر میشینه. آیا جایی هم هست که حاصل داده باشه؟ چگونه بوده؟ بعضی منطقه چال حاصل نداره، نو تاسیس شده. بله، نو تاسیس شده، ولی ماشاءالله تا جایی که چیش کار میکنه نهال پسته چند جریبه؟ 80 جریب زمین پسته. 80 جریبه. و واقعا سرمایه گذاری خیلی خوبه کردن. 2000 نوال بادام داره دیگه، با شفتالو و شلیر و ایت میوه دیگه هم داره. بله، این قسمت کلا به پسته اختصاص دادن و این قسمت هم کلا به بادام. بله، خیلی خوبه و واقعا همون قسمی که گفتم سرمایه گذاری بزرگی انجام دادن، با اینکه هنوز نمیفهمن چگونه حاصل میده. همین خود به یک نوعی از انواع امیدوار کننده. بله، که شما از زمینای خشک خالی خو استفاده کنیم، سرمایه گذاری کنیم و به مدت 5 سال 10 نفر اینجا آماده مشغول به کار شده. مردم هم اینجا کار میکنم، از این روزی الله به دست میاد. بله، من امیدوار هستم همون قسمی که زحمت کشیدن، سرمایه ریختن، انشالله که حاصل خوبی هم به دست بیارن. جناب آقای امیری عزیز، جای دیگه هم هست غیر از اینجا که کشت کرده باشم؟ نه، دیگه کشت چیزم بکردم. بله، کشت انگوزه. خیلی خوب. انگوزه که به بر رسیده که شیرین میگیرم. خوب به تحت برداشت دارم. الهی شکر. ما در باغ هستیم و میریم بخشای دیگه از باغ نگاه میکنیم. همون قسمی که آقای امیری گفتم، بخش به بادام اختصاص دادن، بخش بالاخره به شفتالو و زردالو. میریم میبینیم که چگونه هست این ماشاءالله باغ بزرگ و زیبا. مهربانی جناب آقای امیری. مانده نباشه. مانده نباشه. خاموش میشه. خوبیم انشالله. سلامتین. من معذرت میخوام که مزاحم کار شما شدیم. واقعا با دیدن کار کردن شما ما خود ما لذت بردیم. یعنی کار خیلی آسان شده، درسته؟ بله، کار آسان شده. بله. به ظرف چند دقیقه، حالا ساعت نمیگم، با این میتونه همین زمین کلا درو کنیم. یک تیره به ظرف 10 دقیقه میتونه درو کنه. 10 دقیقه. اگر این نبودی با توغاج درو میکردیم. توغاج به یک کارگر تا شما میل درو کنه. تا به شما. پس این کار خیلی راحت کرده. این سنگین که نیه؟ نه، زیاد سنگین نیه. 10 کیلو بیشتره. بله. خوبه دیگه. واقعا کار کردن با این بر علاوه که کار زودتر میشه و تمیز، قشنگ، مرتب، یک دست هم جمع میشه. درسته؟ دست راحت جمع میشه. تو کس منگل که خیلی آدم رو خسته میکنه، وقت هم زیاد میگیره. وقت هم زیاد میگیره.
و خوبه که در هر جا انشالله اگر دهقانان عزیز بالاخره توانایی مالی ندارن کمک کنین که از اینا بگیرن. واقعا به یه آفتاب سوزناک یک کارگر به اصطلاح شما بشینن تا به شام فقط یک بخش زمینه بالاخره درو کنن. درو میگن درسته؟ درو کنن واقعا خیلی سخته و با این کار آسان کرده دیگه. سنگینی هم نداره. نه سنگینی داره 7-10 کیلو بیشتره. خب این از اونجا روشن میکنین درسته؟ اینجا سمشی داره، اون بعد اندل داره. خب اندل میذاریم. اندل داره دیگه کش میکنه قشنگ جمع میشه. بله این گاز مثل گاز موتور. خب انشالله که موفق باشیم، خسته نباشیم. این بخش را ما هم درو کنیم دیگه انشالله. بله میتونه بشه درو کرده بریم دیگه تا آخر شه. تا آخر. بله. یعنی اگر 10 سال پیش به یک نفر میگفتن که به ظرف 1 ساعت شما این همه میتونید درو کنی باور نمیکنه. اما شما حالا میگین که ما شاید به ظرف نیم ساعت کلا اینا رو درو کنیم. و بعد اینا رو چیکار میکنیم؟ هست کسایی که جمع کنه؟ بله اینا با نفر داریم اینا جمع میکنیم که تخم داره تناسب هم کنیم اینا که باز تخم نداره با اونا میریم بگو. خیلی خوب. من مزاحم کار شما نمیشم، هوام گرمه. مونده نباشیم ان شاء الله. سلامت باشید. هر گوشه از روستای زیبای دهقاسم که نگاه میکنیم همه مشغول کار هستن، زحمت میکشن، تلاش میکنن تا این زمین ها حاصل خیز بشه و واقعا وقتی عرق ریزی از اینا رو میبینیم، زحمت کشی از اینا رو میبینیم، پی میبریم که باید روستای زیبایی داشته باشم. من نمیفهم از کجا بالاخره به شما کمک بکنم. اجی برار مونده نباشین. خوب این بخیر بند کردین که کس به شما کمک نکنه. خوب ان شاء الله. ولی من میام. چی خبره؟ مونده نباشین. خوب ان شاء الله. سلامت. مشغول چی کار هستین؟ همین جوی کار میکنم. بله. خاطر اوتیش با مسترستان. خب جا سایه یخ که داریم. البته فکر کنم این درخت دیگه بعد از او پس گرم میشه. نفس میزنیم باشه من چند بیلی بزنم. بیلی خود شما دیگه پیر شدیم فکر کنم ایت. ها نشدیم پیر. آفرین. نه می که به این هوای گرم واقعا این نماز میکنه. آها من پس ایت کرده ها. بله. ایت کرده. خب چون این تر شده و این سنگینه واقعا درسته؟ اینام ریشه نه؟ بله ریشه علف. بله. خب چگونه هستین؟ شکریه. روزگار چگونه میگذره؟ میگذره. نشد کار هر کس نیه آقای کاظمی. یک امر ترسوندین شما که بینماز نکنه وگرنه این تمنیه که مثلا چمه شما با چمتر استاده ایم دیگه درسته؟ بله. خب بده من یک چند بیل دیگه بزنم که با نگاه کنی درش انشالله که موفق باشیم انشالله مونده نباشین خیر ببینیم انشالله خدا برای شما عمری بده. واقعا که سخته دوستان عزیزم سخت وقتی در روستا میایم زیبایی های روستا رو میبینیم تمیزی و تراوت و پاکی میبینیم اس خوبی برای شما منتقل میشه لحظه فکر کنیم که خوب یه زیباییایی که دیدم این تراوت و شادابی که دیدم اینا چگونه به دست آمده بعد پی میبریم که به زحمت کشی دوستا و عزیزان هست مونده نباشه انشالله. من 2 بیل 3 بیل زدم و نفسک افتادم این عجیبوراره که ما اول گفتم پیر شدیم واقعا جوانیم از ما هم جوانتر با انگیزه کار میکنه. خیر ببین انشالله. در روستای زیبای دهقاسم در اون قسمی که در تصویر نظاره‌گر هستیم کندوهای عسل گذاشته اینجا پرورش زنبور هم هست و به خوبی در این فضای پاک و صفا و این آبی که فقران میکنه ما مطمئنم که عسل خیلی خوب و مصفا و پاکی هم خواهیم داد انشالله. در خدمت مرد مهربان روستای دهقاسم هستیم ماما عبدالحمید جان مرد زحمتکش و ما در روی طلای سفید پا میگذاریم درسته؟ بله ماما عبدالحمید خان پخته و قوزه هم میگفتن درسته؟ ها اینا قدیم که قوزه میگفتن باز حال تخمی
عوض شده تخم بیان که خودی دهنا خواه میکنه. قدیم که بود اگه اینا میشکستم به خب، ذره دست آه. میشکستم اینا. یعنی حالا آسان‌تر شده درسته؟ آسان‌تر شده. با اونا نخ تیار میکردم و کرباس تیار میکردم، چرشوی تیار میکردم. بله خب. و حالا فعلا ماما عبدالحمد جان، بله. اینا وقتی که آماده برای چیندن باشه خود اینا این رقم نشان میده درسته؟ ها، حالا من میتونم بکنم؟ بله. خب ماشاءالله. طلای سفید. طلای خب که انشالله برای برداشت و برای چیندن از اینا برنامه داریم. اینا دیگه تقریبا یک 10 روز یا 15 روز دیگه ان شاء الله دیگه یک چین از اینا وا میشه، میچینیم با چیندگی از اینا با این کودکای کنه خمتره با اینا با وا میشه. بله. چقدر زمان میبره ماما عبدالحمد جان که این پنبه به دست بیایه؟ اینا رو ما از برج سور اول سور یا شروع میکنیم به کشتن از اینا. قندانی از اینا رو پاش میدیم اول سه. یعنی این اول سور. بله. یعنی حدوداً 5 ماه 4 ماه 5 ماه بالیا 5 نیم ماه زمان میبره. زمان میبره. بالیا خوبه. ماشاءالله خوبم کشت کردیم. چی رقم البته حاصل خیز اینجا پنبه خوب جواب داده. بالیا ملک خوب، نتیجه خوب میده. بله. نتیجه خوب میده. همین زمینزار ما برای پنبه بله. نتیجه خوب میده. ماما عبدالحمد جان هوا خوب گرمه. بله. و تقریبا میشه گفت وسط روز هستیم. در این آفتاب سوزناک خسته نمیشیم؟ مونده نمیشیم شما؟ حقیقت وقت ما به کشتمندی خوشه. خود ما عادت کردیم، آموختیم، خوش داریم که کشت کنیم. با خونه طاقت ما نمیایم. بیکار باشیم میان سرم کشت چخ میزنیم. و واقعا باید یک چیز اعتراف کنم که ما برای چند دقیقه که با دیغانی نظامت کش صحبت میکنیم احساس خستگی میکنیم، اما شما لذت میبرید. ما لذت چند ساله هستین؟ ما از سال 43 تقریبا 60 سال. 60 ماشاءالله. جوان به نظر میرسیم. بله. همین علت جوان به نظر رسیدن شما چیه؟ از همین خونه خوب چیزون وقت خوش دارم. از خونه یا از خانم خوب؟ از خانم رضایت دارم خوشم. یعنی اگر خانم خانه بالاخره سعی کردن برنامه ریزی کردن تا همو شاور خونه را از خود راضی نگه دارن، جوان میمونه شاور، درسته؟ حقیقت جوان میمونه. پس راز جوان موندن شما خانم خوب بودن و خانم خوب داشتن. حقیقت خانم خوب بوده، از او رضایت داریم. از او به هر وقتی که ما میریم وقت ما خوشه، اوقات ما تلخ نیه بخونیم. ایتونه میگم چرا دیر آمادیم، زود آمادیم، چی کم آوردیم، چی زیاد آوردیم، لباسار پرگل کردیم، این حرفانیه؟ نمیگم نه. بخول همین لباسامون کم که میبینم میگم بدر که دست لباس تگی به تو بده. بله و واقعا اینجا پی میبریم که زن خوب نعمت عظیم و بزرگه. خب با شما ادامه میدیم جناب ماما عبدالحمید جان. تنها هستیم اینجا؟ به این سر اودری؟ بله این فعلا اودری داشتین درسته؟ بله اودری داریم، ما اودری میکنیم. بچه‌ام هستن با شما؟ بچه‌ام میایم بله پیش ما میکنیم. خب ماشاءالله با سن 60 سال بالاخره با این انگیزه، با این انرژی و قوتی که بالاخره من فکر کنم بچه‌ام نیاز نباشه بیایم شما بازم کار میتونیم. بله اودری کنم. آفرین. اینا اودری از اینا میتونم بکنم. خب چیندن از اینا باز چگونه نیرو میندازن مقدار اینکه دیگه با مسلمانای هست که باز زنان بیکارم خد خانواده میام برای ما تال سراغ دادم، با گفتن هر وقت اینا به چین آمد. بله. باز ما آمادیم که بیاین خدمت چوچه پوچ و زن بچه اینا جمع کنیم بچینیم. ما میگیم بچینیم این پختار اینا جمع آوری کنن. یعنی چند روز زمان میبره با اینا چینده بشه؟ میتونه هر نفری که کمک تیز دست باشه 10 من پنبه بچینه. 10 من پنبه. خب بر اساس 10 من تا 11 من میچینه. بر اساس من باز برای اینا حقوق میدین دیگه درسته؟ چیندن از اینا چی رقم ماما عبدالحمید جان؟ آسونه یا سخته؟ خیلی کار آسونیه. خیلی کار تمیز و پاکیزیه. سکونی یالی کبو شده دیگه درسته؟ بله. خب. انا پخته شده. انا می رقمی جمع میکنه. تیز دمیت نفرای هست. خب ماشاءالله. این خیلی جالب کنده شد. خیلی جالب. خیلی چیز کار تمیزه، کار این دیگه خیلی آسونه باور کنیم. تقریبا 20 روز بعد دیگه هوام بیتر میشه. هوا بیتر میشه بله. هوام بیتر میشه به جمعوری از اینا خیلی آدم خسته نمیکنه. و چین نداشتیم تا حالا درسته؟ تا حالا جمع نکردیم. تا حالا جمع نکردیم. خب بیایم ماما عبدالحمید جان اینا هم باشه پیش شما. خوبه خیلی شد ماشاءالله. طلای سفید. طلای سفید. ان شاء الله که خیر ببینیم. خدا به شما عمر با عزت بده. واقعا تا جایی که چشم کار میکنه خب زحمت کشیای شماست دیگه. بله همین منطقه که هستن زمین سوال را اینا رو میدیم. خیر ببینیم. موفق باشیم ان شاء الله. زنده باشین شما. خوشحال شدم. سلامت باشین که میای از ما سر میزنین ما رو به تصویر میکشین. خیر ببینین تشکر. شما سلامت باشین. شما تا همین هفته و داغ می. بله ما واقعا لذت میبریم در کنار شما و انرژی میگیریم. ان شاء الله که خدا به شما عمری بده. دعا داشته باشین خدا. خداحافظ. سلام علیکم.
در خدمت محمد آصف جان هستیم از دهقانین زحمتکش روستای دهقاسم و زمینی که ما در حال راه رفتن هستیم. دوستان ما آقا محمد آصف جان توضیح میدن که در حال چی کار هستن. این شیار میکنن که بخیر زعفران بکاره. بخیر زعفران بکاریم انشالله. انشالله محمد آصف جان خیلی تون راه میریم برارمه. شما خسته نشدیم از صبح به آفتاب گرم کار کردین؟ نه دیگه وظیفه مونه، چون ما دائم همینجا کار میکنیم. بله. کار را آسون نکردی تراکتور برای شما؟ شهر خیلی. یعنی به ظرف چند دقیقه بالاخره زمین کلا شیار میشه؟ این تقریبا 5 جریبه، این شاید 4 ساعت بشه. خب 4 ساعت. قبلا چی بود؟ چی برداشتین از زمین؟ کچلو. خب یعنی قبلا کچلو داشت ها؟ کچلو کشته بود، حالا با زعفران میکنه. حاصلات کچلو چگونه بود؟ خوب بود، بد نبود. الهش واقعا کچلو خیلی خوش رنگ هم هست. کچلو ایراد نامداره به اصطلاح. کچلو خوبی. خب شما تراکتور که میره خار جمع میکنیم یا نه؟ اگه میگیم کچلوی چیزی باشه. کچلو جمع میکنیم. از صبح چند کیلو جمع کردین؟ تازه ما تراکتور دیگه میکشه اول دیو. مشخص هسته. همچنان در روستای زیبای دهقاسم هستیم و دامداری در این روستا به گونه خیلی خوب و متفاوت زیاده. انشالله که زیادتر از این هم ببینیم و خدا را شکر امسال که سال بارندگی بود و خوبه که حداقل دامدارا هم با خیال راحت میتونم هم هر گوشه‌ای که برم الحمدلله ذوقه هست برای اینا و من مطمئن هستم کسایی که بالاخره دامداری داشتن اونا بیشتر فایده بردن. ماشاءالله خداوند زیاد کنه. خوبیم انشالله. مانده نباشه. در هفته گذشته در روستای زیبای زیارت جا بودیم و بس از انگور شد. این سال انگوره و ما در ولسوالی زیبای زندجان هم باغای انگور زیاد داریم که به اتفاق دوستان میریم و یکی از باغا نگاهی میندازن انشالله. موافق هست انشالله؟ مهربانی. در خدمت آجیس وکیل احمد جان هستیم و شما توضیح بدیم که چند جوه انگور داریم در باغ. آجیس وکیل احمد جان ما انشالله 70 جوه باغ داریم همینجی. خیلی خوب. 70 جوه انگور داریم. حاصلات چگونه حاجی صاحب؟ الحمدلله که امسال خیلی خوبه. الهی شکر. انگور خوبی ولی. الهی شکر. و با باغ آمادیم انگور نخوریم نمیشه. و شما هم که به اصطلاح چاقو به دستیم، قچی به دستیم. خب هر جا که نگاه میکنیم انگور انشالله. بسم الله کنیم حاجی صاحب. با شما هم کمک کنم خود شما. ماشاءالله. وقتی از حاصل میگیم و از فراوانی میگیم یعنی این. بیایم حاجی سلطان احمد جان، خدمت شما. ماشاءالله. بیام خدمت شما. خب ماشاءالله. خدمت شما این. خیر ببینیم حاجی سه. ماشاءالله. فکر میکنم بسه حاجی سه وکیل احمد جان. بسه خیر ببینیم و اصطلاح به باغ افتاده. ماشاءالله. هر تلیس از چند کیلو میایه واقعا؟ ایت وزن کردیم حاجی سه وکیل احمد جان؟ تا 2 کیلو میایه. تا 2 کیلو. خب و این انگور چی میگم؟ اینا ایته میگم. ایته یا مو 60 عروس. 60 عروس. و یک چیز دیگه هم میگم کس نداره. کس نداره. کس نداره ها. ایته میگم. یک نوع انگور به سنم یاد میشه. بله. واقعا هم کس نداره یه. درسته حاجی سه وکیل احمد جان خوبه. خب امورم بکنیم بس دیگه. ماشاءالله. یه از همگی فکر میکنم سنگین تر باشه. من دیگه دستام دیگه جانیه و خوبم سنگینه. انشالله که باغا پرتر از اینا باشه. انشالله که همیشه پر و فراوانی باشه. و انشالله که همیشه اعلان رضایت باشه. در هر جا که میریم خدا رو شکر همه خوشبین هستم و سالیان سال می رقم باشه. حاجی سه وکیل احمد جان.
سلامت باشه. چند نوع انگور داریم ارباب سید؟ 20 نوع انگور فعلا این باغ هسته. 20 نوع. بله. خیلی خوب. این بخشم با عهده خود شما نه؟ بله. خیلی خوب. عزیزانی که انگور هرات خوردن و مسافرت کردن رفتن، شاید خیلی از انگورها رو خورده باشن ولی این طعم و مزه پیدا نکرده باشن. درسته حاجی سوکیلما جان؟ واقعا عجیب مزه میده، طبیعی. درسته؟ انگور ایراد به جانه. چرا اینقدر مزه میده حاجی به نظر شما؟ آب هوا ایراد خوبه. آب هوا خوبه. بله، من امیدوار هستم که همه عزیزان برگردن و تجربه کنن از این مزه ها و از این زیبایی ها و از این طبیعت بکر و عالی. وقت باد میشه و برگا دسته دسته میرزه و وقت شما قدم میزنیم خرش خرش میشه، این نشانه چیه؟ یعنی این که خزان در حال آمدن هست و واقعا خزان با تمام زیبایی ها در حال آمدن است. روستا همیشه زیبایه، یعنی در روستا اگر به فصل بهار بریم زیبایی خاص خود داره، در فصل تابستان هم همچنان، در فصل خزان من فکر میکنم بیشتر از همه. پس خوبه که برنامه ریزی داشته باشیم، سما خزان را انشالله به خوبی خوب در روستاها بالاخره خوب سیر و سفر داشته باشیم. چاس شد و جناب آقای امیری عزیز افتخار دادن، زحمت زیاد کشیدن و میمون نوازی خوبی کردن. خیر ببینیم انشالله. واقعا زحمت زیاد کشیدین جناب آقای امیری عزیز. شما سلامت باشین. بوی خیلی خوبی کرده واقعا و من تمام می سفره که نگاه میکنم همه از خود روستایه. پیاز از خود روستایه، فلفل از خود روستایه، بنجرومی از خود، کچلو، دوغای توریشی که هست و واقعا وقتی همه چیز از خود آدم باشه خب مزه دارم هست. بله. جای نمورد. بله و شوروا واقعا خوب مزه داره. درسته؟ شوروا محلی دیگه، شوروا محلی مزه داره. جناب آقای امیری عزیز چی یاد داریم خود شما پخته کنیم؟ تخم مرغ. تخم مرغ. خوبه. به چند رقم تخم مرغ بلدیم پخته کنیم؟ خیگینه بیاد. خیگینه خوبه. واقعا هم خوبه. خیر ببینم ان شاء الله. من دیگه بیشتر نمیتونم منتظر باشم. امروز واقعا روستای دهقاسم خیلی بزرگه. شما دوستان عزیز دیدیم در لابلای برنامه و ما خیلی جاها پیاده رفتیم با آقای امیری. خیر ببینم آقای امیری هم از اول برنامه با ما بودن، دوستا همه با ما بودن، زحمت زیاد کشیدن. انشالله که برنامه خوب شده باشه و ما هم اگر موافق باشیم همینجا با بینندگان عزیز خدافیزی کنیم. البته قبل از خدافیزی جای همگی خالی انشالله که خداوند تبارک و تعالی صلح و صفا و آرامی در کشور حاکم داشته باشه تا همه کسایی که بیرون از افغانستان هستند زیبایی‌های افغانستان می‌بینن، زیبایی‌های هرات عزیز می‌بینن و حسرت تذیر می‌خورن که ما هم کاش اینجا می‌بودیم. انشالله شرایط کلا فراهم شده، همه شما به زودی‌های زود در افغانستان زیبا، در هرات زیبا باشیم. موفق و کامیاب باشیم تا برنامه دیگه. الله نگهدار.